شرایط من نبینم. تو دلم نومد برو بجم یا فقط قطی زنک کار داری. برو بجم گم شو از برو گم شو میگم هم شاخی بزرگستان. استغفر الله. برو بجم ساده بجم برو بجم تست خونه رو غفور جون دریش سفیدت صدقه کارت که افتید غلام میشوی. کارم که افتد خود را خواجه بگیری. این هیله را نمیگذارد. غفور جون آخر من نمیتونستم که غفور جان بابا میگفتی کو نظرت نمیگیریم. 100 بار گفتم که بابا نگوی بابا نگوی. مرا مسخره میکردی. بابای غفار بابای غفار. در پیش من زالی نکن. در راه رضای خدا. الله اکبر. التماس نکش. آخر حیوان بی عقل از کجا میدونه که شما قسم خورده اید؟ حیوان عقل ندارد. صاحبش عقل ندارد. آی بی نعمت شده است. حالا من او را از سیخ کباب میگذرانم. سنم این کاری تو از سیخ کباب میگذرانی دو پاره میکنی اختیارات. من خواستی خودم را میکنم. فهمه؟ غفور جون نخود من به شما دشمن باشم. ضرری رسانده را کی بدهد؟ آکا جون نگو اکا سنم. ببخشید آخر. گوش کن سنم. با من باشد همه این باغ راه صدقه یک طوری موید. لیکن همش عیب خودت. چی خیلی عیبی من؟ اگر راضی می شدی گوسفندان را سرده؟ سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ اون شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید. چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود. آش به پیاز. باز چیکار کنم؟ غفور جون گوسفندا رو به خانه کنید.